درود بر شما تماشابینان تلویزیونی تنین برنامه نوبتی کودک خوراکپز مهمانی خاندان شما. خب من باوری دارم که شما به نهایت زیاد انتظار شدید که امروز کی و کدام خوراک را آماده میکند. خب امروز مهمان برنامه ما هستند بابای و شهنازه خان. سلام تماشابینان عزیز، نام من بابای و شهنازه خان. من میخواهم در برنامه کودک خوراکپز اشتراک کنم. خب شهنازه جان، امروز ما چی آماده میکنیم؟ امروز ما پیروگی گوشتین آماده میکنیم. امروز ما پیروگی گوشتین آماده میکنیم. خب برای ما کدام محصولات ضرور است؟ ما باید اول چخیلی که ما دیده ایستادیم در نزد ما تخم، پیاز، گوشت، سمیتانه، باز، روغن، نمک، باز کم بودی. خب ما اول تخم را میده میکنیم. یعنی ما از تخم شروع میکنیم. شهنازه جان، در خانه شما که خوراک آماده میکنه؟ من مادرم. شما از کی یاد گرفتین خوراک پزی را؟ مادرم. شما بهتر آماده میکنید یا مادرتون؟ مادرم بهتر آماده میکنه. خوراک اولینی که شما آماده کردین چی بود؟ مستاوه. اول با شما مستاوه آماده کردین. چه خیلی اومد؟ چه خیلی شده بود؟ خطا کردم یکم و بس مادرم اصلاح کردم. خب بهترین. شهنازه جان، شما در عائله چند نفر هستید؟ 2 نفر. یک پسر یک دختر. اکنون ما سیب پنیر رو در آن میده میکنیم. این پنیر یعنی روغن رو ما استفاده نمیبریم. خب پنیر رو آمیخته میکنیم. خب شهنازه جان، شما باز کدام نموده خوراک رو آماده کرده میتوانید؟ همیشه میتونم. همه چی آماده کرده میتوانید؟ آشپوا آماده کرده میتوانید؟ قرطاب آماده کرده میتوانید؟ با بغیر از خوراکپزی چی کار نکنید؟ به پیچینی خانه مادرم بیاردم میتونم. خب بهترین. چند نفر هستین در عائله گفتین؟ 2 نفر. یک پسر یک دختر. یک پسر و یک دختر. بهترین. یعنی یک دختر دارید. دختر چطور مانند میبینید؟ یکون بر جنگ کرده هستین؟ این چی؟ گفت نگید؟ میشه دیگه پامو میکنید. مثلا چه خیلی گفت میگذاره برای چی؟ من بسیاری وقت برای چی جنگ میکنید؟ من نه؟ فیلم میبیارم مقصد کردیم جنگ میکنم سنه. یعنی فیلم تو میبیارد شما جنگ میکنید؟ خب شهنازه جان، فیلمتون بیاید شما چی گفتگو میزنید؟ خیلی ناموشه گفته. خب شینه، درست شینه، یا چی میشه میگه؟ مادرتون چی کنه کنه؟ مادرم آمایزگار بخشه به دیستن. این بخشه باید کار نکند پدر؟ من پدرم در باخ کار نکنم فروشنده. بهترین. سیب چند میخونه شهناز؟ 5. دیو 5 میخونه. شهناز جان، با فکرت خصلت های خوب چی هست؟ دروغ نگفتم. کارهای خانه مادرش بیاردم دادم. فریب نکردم. دروغ نگفتن، فریب نکردن، باز آدم دیگر وقت دادن. خیلی یکان کس دروغ کرد اگر خیلی آدم میبیاد. دروغ نکرد اگر چی نمیشه. فکرم فیلتون بسیار میبیاید نه؟ شما بدخر. نه من بدخر نه.
آدمای بعضی فیلم آوردگی هایی سخت فیلم میگه دقیقا کی بسیارتر فیلتونه ببیره؟ شخص می خودم فیلم میبیرم تقشده برای چی دق میشوید؟ بسیاری باید بسیار دق میشوید؟ من برای چی کردن وقت شما دق میشوید؟ اگر وظیفه خانگی دادگی باشم معلومه اتمام اگر سقی میشه یعنی برای وظیفه خانگی خوامی خودت که وزیر بود درست میشه و دو میگیرم دو میگیرم بهترین وظیفه خانگیتون شما تیار میکنده همه وقتی که برای هم مشکل خودم هم تیار که میتونم بعضی مشکل میشه نمیکنم تو خوامی بذارم وقت وظیفه تیار نمیکنه چی کار میکنید؟ مکتب رفته میرم با وقت میرم مکتب تو قند که میشنم وظیفه خانگیشی میپذارم چرا پنیمونه بهترین خوب بهترین شهنازه جان باز با کدام شب خود فنها شب زیاد دارید شما؟ متماتیک زبان ادبیات زبان دوسته زبان ادبیات شما نظر ببینید چی شده میخواهید؟ معلومه متماتیکه؟ آموزگاری یک و چهار بهترین یعنی شما کسب مادر را انتخاب کرده مادرتون آموزگار شما هم آموزگار شدن میخواهید بهترین خب برای آموزگار شدن شهنازه جان باید چی کار کرد؟ علم آموختن است کار باید بسیار خواندن در کار اکنون ما کاغذی را آموخته میکنیم که نشر میتونه؟ ما از اینترنت دو قاشق میارزه دو قاشقش تنها دو قاشقش رو اضافه میکنیم خب شهنازه جان این خورشی که ما آماده کرده استودیم شیرینیه آماده کرده استودیم برای چند نفر میرسون؟ کامل میرسه 5 نفر به 5-6 نفر میتونم اشتباه کنم خب شهنازه جان یکون سرود خونده میتونیم خب که باشه در کار کردن برای ما اکنون سرود میخونید اگو اصلا پیوت میخته میکنیم غنچه‌ای گواه شده آمیده میده دلبر و رعنا شده آمیده میده زبا گلی نچیده باز چند قدر بود؟ بیرو یار بیمان دلم شود زار خوب اکنون ما آموخته کرده ما در داخلش باز ریزه کردن میاندازیم باز با همراهی او باز آموخته میکنیم شهنازه اگون سراینده رو میشناسید؟ کدام سراینده بسیار نقص میبینی؟ گو اصلا پولوده با؟ کدام سرود چه بسیار گوش میکنید؟ سرودای وزکش خیلی کنید نظر نفسش خب چی خیلی بود است؟ ازبکی خوندن نتوانید؟ مشکل اون سرود چه نقص میبینید که اما دا میتونید خوندن؟ نه نمیتونم خب اکنون آنیسا میگیریم و ما ایران داخل لیست میمونه
خب اکنون ما این را در تفتان میگذاریم. خب اکنون گوشت و پیاز ما ماند. چیکار میکنیم حاضر ما؟ با اون را در بلندر میمانیم. خب و بعد کمی نمک اضافه میکنه. خب نمک اضافه میکنه. خب اکنون سرپیچش را کشیده. خب اکنون گوشت و پیاز با نمک دادیم. خب آمیخته کردیم. حاضر ما کمی سیر می‌افزاییم و بعد کمی روغن اضافه میکنه. یعنی روغن مخصوص باشد یا فرق ندارد چه روغنی که باشد میشود؟ روغنی رستنش کردیم. با شاهنازه جان گفتن که فنی ادبیات رو نظم میبینید. خب شاعری دوست داشته شما کی؟ کمال خوجندی. کمال خوجندی. اگان غزل یا اگان اثرش خوندگی است؟ غزلش رو خونده است. خوندگی. خب کدام غزلش رو حضرت میدونه؟ غریبش. دل مقیمی که جانان است من اینجا غریب، چون کند بیچاره ای مسکین تنی تنها غریب. آرزومندی دیاری خویشم و یاران خویش، در جهان تا چند گردم بی سر و بی پا غریب. چون تو در غربت نیفتادی که دانی حال ما، مهنتی غربت نداند هیچ کس الا غریب. هر کس در راه کرم روزی نپرسیدی که چیست، حال زاری مستمندی مانده دور از ما غریب. در غریبی جان به سختی می دهد مسکین کمان، وا غریبی وا غریبی وا غریبا وا غریب. خب بهترین شاهنازه جان. خب این کمال خوجندی این شعر کی نوشته است؟ این شعر یعنی در غریبی نوشته است. کمال خوجندی در کجا تولد شده است؟ در شهر خوجند. خب بهترین. خب اکنون ما از تفتان رو میگیریم. در فکرم وی ما آماده شده. این پیروگی گوشتار ما باید اکنون ما گوشت رو هم آمیخته میکنیم. آمیخته کرده و بالای خمیرش میریزه. شاهناز این خوراک را شما چه خیلی یاد گرفتین؟ من از آینه نوگان این را یاد گرفتم. این نومش رو کی مونده است؟ نومش را خودم موندم. خب اکنون ما آن را میپیچونیم. خب نباشد میپیچونیم. احتیاط شده میپیچونیم. من باوری دارم که خیلی بلذت میشود. من فکر کردم که باز رو میکشویم. خب نباشد از با در تفتان میگذاریم. در مدت چند دقیقه؟ در مدت 40 دقیقه. در مدت 40 دقیقه باز آماده می شود. خب نباشد در تفتان میگذاریم تا آماده شدن خورش. اکنون ما از شاهنازه خواهش میکنیم که او برای ما سرود خواند. خب شاهنازه جان کدام سرود را شما دوست می‌دارید؟ در وصف تاجیکستان را دوست می‌دارم. یعنی شما در وصف تاجیکستان سرود خواندن را دوست می‌دارید. اکنون برای ما شاهنازه سرود می‌خواند. تاجیکستان. همچو مادر پرستاری وطن ما را، همچو مادر نگهداری وطن ما را، همچو مادر دیدار تو نخفته ای، الگوی فرزندانی وطن ما را. تاجیکستان مادری زیر
عزیزی من توی صاحب استقلال هستی چمنم تاجیکستان بهشتی روی زمینم تو بهاری به خزان هستی وطنم جانم قربان حمایت کردی تو منم روحی سامانی و نگهبانی من است گر دشمنت قصد آزادیت کند جانم قربان ولی راه نیست در زمینت تاجیکستان مادری عزیزی من توی صاحب استقلال هستی چمنم تاجیکستان بهشتی روی زمینم تو بهاری به خزان هستی وطنم هر کس در آغوش نان و نمکش کرد دو دنیا در چشم او تنگ می شود استقلال را نخواهد هر وطن فروش روزی به یک گپای تو زار می شود تاجیکستان مادری عزیزی من توی صاحب استقلال هستی چمنم تاجیکستان بهشتی روی زمینم تو بهاری به خزان هستی وطنم. خب شهنازه جان بهترین نه تنها آواز زیبا بلکه یک سرود خواندن که یک مضمون خیلی وسیع دارد خیلی زیبا. خب شهنازه جان شما با غیر از خراف‌پزی هنر سرود خواندن هم دارید باز چی کار رو شما نقض میبینید؟ من کتاب خواندن را دوست می‌دارم. شما بیشتر وقت شما با کتاب خواندن میگذرد؟ افسانه گری را دوست می‌دارم. افسانه بهترین. خب شهنازه جان با فکرت کتاب خواندن برای چی ضرور است؟ برای علم آموختن کسب را انتخاب کردن. یعنی با کسب آموختن کتاب خواندن ضرور است. خب باز چی کار میکنید؟ به کارهای خانه یادی. خب گفتین که شاعر دوست داشته شما کمال خوجنده اثرهایش رو میدونید؟ نمیدونید یکم بار خواندگی؟ اثرهایش را خواندگی هستید و کدوم هست؟ اثری روبایات. خب شما بسیارتر یعنی به ادبیات شوق زیاد دارید. خب باز چیکار دوست شما معلمه زبانی معلمه مکتب میانه شده میخواهید؟ خب شهنازه جان در وقت خالگی باز چیکار میکنید؟ در وقت خالگی معلم باز میکنم. معلم بازی؟ مثلا چی خیلی؟ اکنون من برای من نشان میدید من شاگرد شما معلمه. من یک دفتر را گرفته یک بچه سرخ را گرفته به نامه با دادرم معلم باز میکنم. در کتاب وی در صنف 3 مقامه کتاب وی را گرفته سوال میدیم اگر سوال نتامد تو میمونم روزا میکنم. خب اکنون فکر کنید که من شاگرد هستم و شما معلم هستید. من در صنف 6 شما میدارید بچه ها. خب سلام. وظیفه خانگی تر کردیم؟ یک باره وظیفه خانگی میپرسید؟ میپرسیم اول سرودی ملی میگوید و ها شما سرودی ملی میگوید تانه؟ اگر نگوین چی؟ نمیگوید اگر میگوید همش میگوید نمیگفتگیش نیست. خوب یکی نمیگفتگیش باشه چیکار میکنید؟ جنگ میکنید. چی خیلی جنگ میکنید؟ میشه تلفن که میگوید. چی میگوید بچه؟ میشه دیرکتر به میدارم. یکی شود و شما دیرکتر شوید؟ دیرکتر شوم درسای کشاورزی میدارین؟ برای چی درس کشاورزی میدارین؟ بعضی بچه ها باید درس کشاورزی میکند. درس کشاورزی تعریف میبیند اگر ضربش نباشد اگر دیرکتر زمان میبیند. خب نفرانی که شما همچون معلمه مکتب اما شاگردانی که به درس به تیاری میبیایند شما چیکار میکنید؟ به درس به تیاری بیاید؟ یعنی من برای اونها چی جزا میدین؟ ما وقتی که ما درس میخوندیم وقتی مکتب میخوندیم وقتی به درس تیار نمیرفتیم ما را بعد درس میموندند یا جزاهای مخصوص بود؟ خب روزنامه‌اش به 2 ماه. باز
روزنامه با دو میمونه یکی روزنامهش در دو میمونه با درس دیگر بیاید تیار نکنند بعد چی کار میکنه؟ مادرش به تلفن میکنه چی میگه مادرش بعد؟ درس به تر بچه‌ها نگاه کنیم میگه بهترین شما خیلی معلمای سختگیر میشوید سختگیر نه بعضی معلم‌ها میخواه و درس میبینم و همینایی میخواه قلق میکنه قلقشان درس میبینم خود معلوماتون چی خیلی خوبه معلومات به وقت بیاد اگر راست اسم میگه خب او گل میکنه یا بیرون برو میگه بعد شما یکم برای زیرفتگی هستید؟ نه خب معلوماتون چی خیلی میبیاید درس میدروید؟ نه میدرم فرودیز ملی میخونید موضوعی میفهمونن شعر دادگی همون موقع یک دکته علم نه میگوییم ما شعرات ها میگوید تا میگوید شعر ما یک دکته خسته میگوید زن موضوعی میفهمونن سانی وقت درس به ترمی میگن اگر هیچ کس دستش نبدارد اگر از ژورنال یکته می‌نویسه اگر تر نباشد دو میمونه شد سانی میفهمونن میخونن کتاب سانی و بسیار خونگی میگه جواب شهنازه جان شما وقتی که معلمه میشوید مثلا یک نفر شاگردتون دو گرفتن شما چی فکر دارید که چیکار کردن در کار که همون شاگرد دو نگیرد؟ البته که خونده بیافتم اگر من میشدم مثال به جای شما با همون شاگرد میگفتم که با همراه اون باز یکون درس لغوی تشکیل میکردم یا یکون نفری که در صنف باز سواد دارد یا وی دارد همون رو با وابسته میکردم همون نفر رو تیار میکرد. اگر من فکر شدم بود دخترچی که میشننده الله خون نشکی میشننده تا میکنشم الله خون میکنه من الله میکنه شما چه خیلی در صنف الله خون یا 4 و 5 3 نیست نیست سه دو ندارد عموما خب شهنازه جانی من با فکرم آماده شده اکنون ما کبودی باز موند کبودی همه مونه؟ ما اول باری کردیم نه کبودی را فراموش نکرده؟ نه باش به اگر بردش سال میمونه نه سال میمونه خب اکنون ما میبینیم خب چه خیلی که ما دیده ایستادیم خیلی زیبا اومده است اکنون من فکر میکنم که خیلی بامزه شده است یعنی در آخر کسی که خواهد کبودی لوبا میکند موافق سر خود خب دوستان عزیز بالاخره خورش ما آماده شد و اکنون ما میچشیم که آیا شهنازه از عهده خوراک پختن برآمد و یا خب من باوری دارم که خیلی بامزه شده است اکنون مرحمت شهنازه خیلی بامزه شده است خب شهنازه جان ما باوری داریم که شما باز در آینده این هنر و مهارت خود را صیقل میدهید شهنازه جان ما برای ما خیلی خورشی بولذت را آماده کرد خب شهنازه جان ما باوری داریم که شما باز در آینده این هنر و مهارت خود را صیقل میدهید اکنون هیچ هنر و مهارت به جواب نمیماند اکنون از تلویزیونی تنین این هنر و مهارت شما را دیده برای شما یک تحفه‌چه آماده نمود که آن هم افتخارنامه است اکنون ما افتخارنامه را به شما میسپاریم
خب شهناز عزیزان از ما برای شما یک توصیه که این هنر رو شغل دوست داشته خودتان را هیچگاه ترک نکنید. خب دوستان عزیز برای شهناز جان برای تماشابینان چی گفتنی دارین شما در آخر؟ به همه تلویزیون تنین رحمت میگویم که چنین برنامه را سایقل دادند. خب دوستان عزیز در اینجا برنامه کودک خرافات نیز به فرجام میرسد تا دیداری نوبتی تنسیت و خانه آباد ببینید. خیر تا برنامه دیگر.